واکنش جبهه مقاومت به تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل. جبهه مقاومت میگوید که سازمان ملل از تروریستی ترین رژیم خواهان تامین امنیت شده است. موج از اخراج پناهجویان افغانستان از ترکیه. از شروع سال جاری میلادی 57,000 مهاجر غیرقانونی اخراج شدند. نگرانی جهان از تغییرات اقلیمی افغانستان. یونیسف میگوید که 15 میلیون دختر و پسر در افغانستان به کمک نیاز دارند. و برای افتادن موج از حساب‌های جعلی با تک آبی در توییتر سردرگمی ایجاد کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. به دنبال تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، جبهه مقاومت ملی به این قطعنامه واکنش نشان داده است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود روز شنبه 21 اکرب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سازمان ملل متحد از تروریستی ترین رژیم حاکم در افغانستان خواسته تا امنیت شهروندان این کشور را تامین کند. این جبهه با اشاره به خواست‌های سازمان ملل متحد در پیوند به توقف تجارت مواد مخدر و رعایت حقوق بشر از سوی طالبان گفته است برجسته‌ترین مسیر درآمد طالبان کشت، تولید و بازار مواد مخدر است. به گفته جبهه مقاومت ملی، رویدادهایی که در افغانستان زیر سلطه طالبان رخ داده ثابت کننده ناتوانی این گروه در حوزه‌های امنیت، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر و گسترش تروریسم است. گفتنی است که سازمان ملل متحد نخستین قطعنامه‌اش را پس از 15 ماه تسلط طالبان بر افغانستان روز گذشته تصویب کرد. در این قطعنامه آمده که افغانستان به یک کشور خطرناک مبدل شده است. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده است که از شروع سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 57,000 شهروند افغانستان را که به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده بودند اخراج کرده است. خبرگزاری آناتولی روز شنبه 21 اکرب در خبر به نقل از مقام‌های دولت ترکیه نوشته است که در جریان امسال 57,174 شهروند افغانستان به کشورشان بازگردانده شدند. بر بنیاد این خبر در مجموع دولت ترکیه 101,574 مهاجر غیرقانونی از ملیت‌های مختلف را در این مدت اخراج کرده است. گفتنی است که پس از تسلط طالبان هزاران شهروند افغانستان تلاش کردند که خودشان را از مسیرهای مختلف از جمله ایران به ترکیه برسانند. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغان برای رسیدن به کشورهای اروپایی نیز است. همچنان شمار از شهروندان کشور برای پیدا کردن کار به این کشور مهاجر می‌شوند. از سوی دیگر وزارت داخلی ترکیه میگوید که از سال 2016 تا اکنون از ورود غیر قانونی 2,712,148 شهروند خارجی به ترکیه جلوگیری کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از تاثیرگذاری تغییرات اقلیمی روی کودکان خبر داده است. یونیسف روز شنبه 21 اکرب در توییت نوشته که سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی افغانستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا را درگیر کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده که در حال حاضر آماده کردن کودکان برای زندگی در دنیای متاثر از تغییرات اقلیمی بسیار مهم است. بر بنیاد معلومات یونیسف، همکنون 15 میلیون دختر و پسر افغان در نتیجه تغییرات اقلیمی به کمک نیاز دارند. بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان در حالی که هیچ نقش در خلق بحران‌های اقلیمی ندارد، ششمین کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است. با آمدن تغییرات جدید در توییتر، موج از حساب‌های جعلی با تک آبی به راه افتاده که باعث ایجاد سردرگمی در این شبکه شده است. حساب‌های جعلی تایید شده در توییتر با نام‌های برخی از سیاستمداران، افراد مشهور و برندهای بزرگ روز پنجشنبه ظاهر شدند. هرچند شرکت توییتر شمار زیاد از این حساب‌ها را بست، اما تلاش‌هایش برای رسیدگی به این مشکل به هرج و مرج افزوده است. بیشتر کارشناسان هشدار داده بودند که تغییرات جدید ایلان ماسک در توییتر مبنی بر به دست آوردن تک آبی با پرداخت $8 سوی استفاده گروه‌های کلاهبردار را در پی خواهد داشت. با بروز این مشکل، حساب‌های دارای تک آبی برخی برندهای مشهور مانند اپل به حالت تعلیق درآمد. تا اکنون حساب‌های جعلی به نام برخی از افراد برجسته نظیر مارک زاکربرگ رئیس متا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ساخته و حذف شده است. در یکی از موارد، یک حساب جعلی به نام کیرلیک نامزد جمهوری‌خواه برای فرمانداری آریزونا اعلام کرد که او به نفع رقیب دموکرات خود کنار رفته است. ساعت‌ها طول کشید تا توییتر این توییت و حسابش را حذف کند. ایلان ماسک مالک توییتر پس از آن که این شرکت را خرید، اقدام به آوردن یک سری تغییرات در تشکیلات و کارکردان کرد. از جمله آقای ماسک اعلام کرد که از این پس دارندگان تک آبی در توییتر ماهانه باید $8 بپردازند.